ادامه سفر کاری در ولایت سوغد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ورزشگاه مرکزی ناحیه عینی را افتتاح کردند. مجمع کلان ورزشی با میدان فوتبال و دیگر انشاءات ضروری ساحه به استقبال جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با خرج 20 میلیون سومانی در میدان 16 گکتار بنیاد گردیده است. ورزشگاه مذکور دارای 6000 جای نشست بوده در مجموع از 7 منبر نشستگاه عبارت میباشد. بلندی منبر اساسی یا خود جای نشست مهمانان عالی قدر قریب 12 متر بوده. در وقت بنیاد ورزشگاه توجه اساسی فرمایشگر و پودرچی انشاءات اداره ساختمان اساسی ولایت سوغد و جمعیت دارای مسئولیت محدود PMK 278 به صفت کارهای ساختمانی روانه گردیده است. در آشیانه‌های یکم و دوم انشاءات برای مربیان و ورزشکاران 8 حجره لباس عوض‌کنی، 16 نقطه سانیتری، حجره‌های کاری، انبار تجهیزات ورزشی و بنگاه طبی ساخته شده است. در مجمع ورزشی برای برگزاری مسابقه‌های سطح ناحیوی، ولایتی و جمهوریوی، اید به فوتبال و مشق و تمرین نورسان و جوانان شرایط مساعد فراهم آورده شده است. با قناعتمندی تاکید گردید که من بعد با برگزار کردن مسابقه های سطح بلند جوانان و نورسان ناحیه به مشق و تمرین مشغول شده ملکه ورزشی خود را بلند می‌بردارند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان افتتاح ورزشگاه را پیش از همه برای رشد ورزش و سالمی جامعه در ناحیه و عموما وادی زرافشان مهم ارزیابی کرده در عرفه تجلیل از 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تحفه ارزنده معنی داد نمودند. در همین جا و پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان لایحه‌های یک قطار انشاءات تعیینات گوناگون که در شفت ورزشگاه در موضع خوشباد و هوای ناحیه عینی از طرف صاحبکاران ولایت سوغد بنیاد می‌گردد معرفی کرده شد. اطلاع داده شد که جهت دسترسی خوانندگان به تحصیل زمانوی بنیاد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با خوابگاه، تالار ورزشی و میدانچه‌ها برای بازی فوتبال، والیبال و بسکتبال ساخته می‌شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به اقدام صاحبکاران جهت آباد کردن باز یک گوشه دیار بهای بلند داده توجه مسئولین را به صفت کارهای ساختمانی جلب کردند.